و پایین شهر تهرون، همین شهرتون، کوچه پس کوچه هاش یه روزه میگرفت، از اون روز خوباب. هر سال یه رفیق مدعا هم داشت، میگو میومد روزشو میخون، زد و مدعا معروف شد. تماس گرفت، امسالم میای روزم بخونی؟ گو آره. شب روزه رسید، رفت قوقایی کرد تو روزش. از در اومد بیاد بیرون، یه پیرزنه اومد جلوشو گرفت. حاجی تو روزه میخوندی؟ گو آره مادر. دست درد نکنه، خیلی با روزت گریه کردم، خیر ببینید. یا علی مادر. حاجی منم یه روزه دقیقی دارم، یه دوتا کوچه پایین تر میای روزم بخونیم. یه نگاهی به پیرزنه کرد، گو منو میشناسی؟ گو من کار به اسمت ندارم، روزه خوب میخونیم. منم هر کسی و روزم نمیگم بیاد، روزم 50 سال است. گفت مادر 12 شب روزم تموم میشه. گفت باشه 12 بیاد. نه نیومد به دهانش، آدرسه رو گرفت. شب اول محرم روزش 12 تموم شد. رفت پرسون پیدا کرد آدرسو، دید کوچه رو آب و جارو کرده، یه پارچه بالاش زده به مجلس عزا خوش آمدید. دم در دیدم پیرزنه وایساده، تا منو دید انگار دنیا رو بهش دادن. خوش اومدی، قدم سر چشم گذاشتیم. رفت بالا دید الله اکبر، با این اسم و رسمه ببین آخر کارت کجا افتاده. 4-5 تا پیرزن، یه صندلی شکسته، نه بلندگویی نه چیزی. گفتم ببین آخر کارت کجا رسید، حالا اومدی روزه رو بخون و برو. با نشستم السلام علیک یا عبدالله، دیدم در و دیوار داره گریه میکنه. مگه میشه 4 تا پیرزن نه بلندگو این سر و صدا؟ حتما حال و هوا روزه ها قبلیه. گو 6 شب اومدم روزش همو حال. شب 8م مثل ما گو هیئتم 2 نصف شب تموم شد. گفتم دیگه اونجا هم نرم، خبری نیست، خستم برم فردا روزه دارم. اومدم خونه خوابیده و نخوابیده، تا چشمام گرم شد دیدم یه خانوم جلوم ایستاده. چون روزه خون بودم شناختمش، بگم دیدم دست به کمره، آخ چادرش خاکیه. فهمیدم فاطمه است. گفتم اومده به ایوالله بگه خسته نباشید، بگه السلام علیک یا فاطمه الزهرا. سلام مادر. دیدم جوابم و داد، روشو برگردون. خانوم چه غلطی کردم، چرا رو ازم برگردوندی؟ فرمود چرا روزه ما رو نیومدی؟ خانوم از صبح دارم برا بچت روزه میخونم،
کدوم روزه؟ فرمود همون روزه پیرزنه. هر شب من می اومدم با روزه سجه می زدم. امشب برات مهمون آوردم. زینب اومد، عباس اومد، علی اکبر اومده بود روزت. با خواب پریدم بود و خودم و سنش به شب رسوندم تو همون کوچه. دیدم پیرزن خوابش برده. مادر چشماشو وا کرد. الحمدلله سپرده بودمت به مادرش. رفتم بالا نشستم. السلام علیک یا بار. بیبی غلط کردم. دیدم دوباره صدا ناله اومد. خانوما امشب یه زحمتی جوونا داره. اگر دیدی یه خانوم غریبه از محرماشم رو گرفته. اگه دیدی دست به دیوار راه میره سلام ما رو به زهرا برسونی. دیگه امشب خوننده نمیخوای تو. شب جووناز و حسین